مسئولین محترم، ما خواستار اصلاحاتیم. باید اصلاحات به وجود بیاید، باید تبعیضات رفع بشه، تبعیضات مذهبی، قومی، زبانی. باید بین ملت مساوات، عدالت، برابری، برادری برقرار بشود و اسلام عدالت را بین پیروان، بین ملت ها عدالت و انصاف را آورده است و لحاظا این عدالت برقرار بشه. آزادی بیان، آزادی کلام، آزادی اندیشه باید در کشور امنیت داشته باشه. دیگر اندیشان باید امنیت داشته باشند، همه نباید چاپلوسی و تملق بشه. باید هم مسئولین محترم برای کارهای خوبی که میکنن مورد تشویق و تشکر قرار بگیرن و اگر کار نامناسبی کردن باید مورد انتقاد قرار بگیرن. رئیس محترم جمهور، هیئت دولت، مجلس، قوه قضایی، هیچ کسی از مسئولین، بالاترین مسئولین هم نباید از انتقاد هراسی داشته باشند. بنده که پیش نماز شما هستم نباید از انتقاد بترسم. شما به راحتی بتوانید انتقاد بر حقی از من داشته باشید. انتقاد باید باشه، انتقاد سازنده تن نباشد. سروران گرامی، اصلاحات صورت نمیگیره. جامعه اهل سنت همه این تقاضا را دارد که مشکلاتی را در گذشته تحمل کرده، رنجهایی را تحمل کردیم، تحمل کرده اهل سنت و لحاظا محرومیت هایی را ما دیدیم بیش از دیگران و لحاظا ما تقاضا داریم و همه خواستار این هستیم که انشاءالله توجه بیشتری به اهل سنت بشه و تبعیضات برطرف بشوند، به قشر تحصیل کرده ما، سواددار ما بها داده بشه، به مردم ما احترام قائل باشند و انشاءالله مشکلات ها رفع بشه. بنده هم این تقاضا را از شما مردم دارم و از جامعه اهل سنت، از برادران شیعه، از همه این تقاضا را دارم که اخوت برادریشون را حفظ کنند.